پاییز اثر الی اسمیت. رمان پاییز نخستین جلد از مجموعه فصلی اسمیت است و یکی از شاخص‌ترین آثار ادبیات پسا برگزیت بریتانیا. داستان رابطه میان الیزابت زنی جوان و دنیل مردی سالخورده است که سالها پیش دوست و راهنمای فکری او بوده. اکنون دنیل در خانه سالمندان میان خواب و بیداری سر می کند و الیزابت با یادآوری خاطرات جهان پیرامونش را می سنجد. جهانی که پس از همه پرسی خروج بریتانیا آکنده از بی‌اعتمادی، سردی و تکه تکه شدن هویت جمعی است. اسمیت در این رمان با نثری شاعرانه و پر از ارجاع‌های هنری و فلسفی، گذر زمان، معنای دوستی و امید به زنده ماندن ارزش‌های انسانی را در جامعه آشفته و رو به زوال تصویر می‌کند. در واقع پاییز تأملی است بر زمان، حافظه و دوام مهربانی در عصر بی‌ثباتی.